بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز برنامه ما در مورد یکی از بزرگترین صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت می کند. علی بن ابی طالب رضی الله عنه. او داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم از اولین مسلمانان و از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. شجاعت، علم، تقوا و عدالت از ویژگی های بارز ایشان بود. حضرت علی رضی الله عنه پسر ابو طالب، پسر کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم و در سنین کودکی اسلام آورد و در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگ شدند. بیایید نظر کوتاه بر گوشه از کارهای ایشان داشته باشیم. در لیلة المبیت وقت مشرکان قصد قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم را داشتند، علی رضی الله عنه در بستر پیامبر صلی الله علیه و سلم خوابید. شرکت در تمام غزوات بزرگ مانند بدر، احد، خندق، در خیبر دروازه قلعه را فتح کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فردا پرچم جنگ را به کسی خواهیم سپرد که خداوند و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند. حدیث صحیح مسلم. این حدیث درباره فضیلت حضرت علی رضی الله عنه است. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ خیبر این سخن را فرمودند و روز بعد پرچم را به حضرت علی رضی الله عنه سپردند و در جای دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اقضاکم علی، یعنی علی بهترین قاضی میان شماست. خلیفه چهارم بعد از عثمان رضی الله عنه حکومت عادل و ساده داشتند. نمونه های از قضاوت های عادلانه او در بین مسلمانان و حتی غیر مسلمانان را اگر نگاه بیاندازیم درس بزرگ زندگی ما می شود. یکی از داستان های مشهور و زیبا از حضرت علی رضی الله عنه آن را نقل کردند. داستان قضاوت عادلانه ایشان است. روزی در زمان خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه زری گم شده خلیفه پیدا شد که در دست یک مرد نصرانی بود. حضرت عمر رضی الله عنه از او شکایت کرد و هر دو نزد قاضی رفتند. علی رضی الله عنه حاضر شدند. قاضی گفت ای عمر، آیا شاهد داری که این زری مال توست؟ حضرت عمر رضی الله عنه گفت شاهد دارم، شاهدم فرزندم است. حضرت علی رضی الله عنه گفت شهادت فرزند برای پدر پذیرفتن نمی شود. در نتیجه قضاوت به نفع نصرانی تمام شد. اما مرد نصرانی که این عدالت را دید گفت این دین شما دین حق است، چنین عدالت جز از دین خدا بر نمی آید. پس اسلام آورد و زری را به حضرت عمر رضی الله عنه بازگرداند. این داستان به عنوان نمونه از عدالت اسلامی و رفتار منصفانه حضرت علی رضی الله عنه نقل شده و بیانگر صداقت، تقوا، شجاعت ایشان در اجرای حق و دین است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس من مولای او هستم، علی نیز مولای او است. خدایا دوست بدار آن که علی را دوست دارد و دشمن بدار آن که با علی دشمنی می‌ورزد. حدیث ترمذی. این حدیث نشان دهنده محبت و مقام والای حضرت علی رضی الله عنه در نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. نگاه بر بعضی صفات ایشان میاندازیم. شجاعت همراه با حکمت، علم همراه با تواضع، عدالت، بی‌تبعیض، اخلاص در ایمان و خدمت به اسلام، چیزی که همه صحابه کرام داشتند. پس بدان ای خواهرم از علی رضی الله عنه یاد بگیریم چگونه در برابر باطل ایستاده شویم و حق را بگوییم و در راه دین قربانی دهیم. در زندگی علی رضی الله عنه یک الگوی کامل برای ما در تقوا، جهاد و اخلاص است. سلام علیکم و رحمت الله.